موضوع امروز ما و شما درباره فضیلت شهدا، درجه شهدا، منزلت قدر قیمت شهدا ما در اینجا نام گرفتیم. اگر ما میگم که نام نسبای نفرایش نمیدونستیم که در بگیم که حمله و عملیات‌های رژیم در غرم، در طویلدره، در کولاب، در پامیر، در وحدت، در خوجند، در زندان‌ها نام نسبای واش نمیدونستیم. اگر من میگفتم یارا من شهید حساب میکنم، با میگم شهید دنیایی، اگر خداوند قبولشون آخرت شهید اعلی. و این 20 نفری که در این زد و خورد بین مردم قرقیزستان و تاجیکستان شد، 20 نفر در اینجا سرباز بود، افسر بود و شهروندای عادی. پیشنهاد کردیم که نام نسب اینا دانه دانه در همون مرز، در همون لبی گرانیتسا نوشته شوند با حرف سرخ شهید، نام نسبشون هم نوشته شود که دیگر مردم، دیگر بگیم هموطنای ما هر وقتی او طرف میگذرن یا که هم فرزنده و اویلهشون یا که اولادشون هر وقتی دوجا قدم میزنن و ببینن که همینا را حکومت یا که دولت احترام کرد، یا با میگم که با قدرشون نرسیدن، همدردی بیانشون نکردن، نه پرزیدنت، نه وزیر مدافعه، نه وزیر داخله، نه رئیس کمیته امنیت، نه رئیس ولایت سوخت همدردیشون بیان نکردن، در جنازهشون اشتراک نکردن. بعدی که ای دنیا رفتن اجازه با موندک زن فرزنداشون، پدر مادراشون باید کمکی همه وقتا، یک وقتا نه، همه وقتا برای یا بکنن. دولت یا که حکومت وظیفه جانش که تمام او فرزندان چند نفرش یعنی که چند شهیدش فرزندای خردسال داشته، اونا باید بر عهده دولت، بر عهده ای بودجه دولت اجرا میشه. ای جبی رحمان که لعنتی نمیشه کو. باید اینا سرپناه بتن و نگاهشون کن، بر عهدهشون بگیرن. در اینجا 55 خانه ضرر دیدن، 55 خانه در همین زده خورد که ایرویگی رسانه ها میگن. اینجا نگاه کنید، رسانه های تاجیکستان نمیگه یعنی دولتی، از خارجه رسانه های مستقل میگه، مردمی عادی خبر را میتونن. رسانه های دولتی، حکومت، تلویزیون، رادیو همه طرفه خفن. اما رسانه از اپیلوس میگه با تمام وزارت مدافعه مراجعت کردیم که کو دامی بگیم زد و خورد چند خونه ضرر، چند نفر میگیم مرد، چند نفر دیگر زخمی شد، خبر نمیتن. وزارت داخلهش همچنین، کمیته امنیت همچنین. ای چی وای مردم میگرزن یا جان دادن یا میتونن خونریزی یا که جان دادن آسان نیست برای هیچ کس، نه برای من نه برای همون 20 نفره. اما وقتی رفتن مردانوار یک غیرت شجاعت قطعی جان دادن، یعنی خودشون قربان کردن، شهید شدن تا اینکه همین مرز یا که همین محله، همین منطقه تنج آرام شود، دیگران زندگی کنن. یعنی دشمن نداره. برای چی یارو ما ناقدری به احترامی کردیم؟ ولی همون خانواده میگن که روحش از ما راضی نیست، روحی اینا از ما راضی نیست. در این قرقیزستان وزارت تندرستیش حسابات میته دانه به دانه که 36 نفر وفات کرد، 134 نفر دیگه زخمی شد. در ما چی؟ 20 نفر وفات کرد، اما دولت نمیگشت، حکومت نمیگشت، مردم عادی میگه 20 نفر به حسابی ما شاید زیاد بود. 88 نفر زخمی شد، 55 خانه بگیم که یک آفتی بگیم چی دید، ضرر خسارات دید، خراب شد. یا اینکه در جنگ بزرگی وطنی 41-45 یا 5 روز بعد میاد 9 می از تاجیکستان به حسابی همین رسانه ها 58,000 بگیم شهروندا با ما را روان کرده. 58,000 در همین 58,000 54 نفرش قهرمان اتحاد شوروی اعلام کرده. شما را میدونید 54 نفرش 58,000 یعنی چی گپ؟ منظور گپم که هر در تاریخ چیز هست. در تاریخ از همون اولین وقت زمانی که هم خیلی ارمیا که عسکر تشکیل شد، لشکرها سرباز میمرد، او را با یک قدر قیمت یا با یک تنتنه، افسر هم همچنین میبردن به خاک میسپاریدنش. و او را اگر که رنگ ما و شما با ای مرز یا دفاع کردن، اویی که به ابله و برین میکشینش یا که با دیگر نمود شکنجه ها و با دیگر راههای بد، اوش دیگه گپه. برای مرز شده ایجا 20 نفر به خاطر 10 میلیونی که ما میگیم قریب شدیم، 20 نفر به خاطر 10 میلیون جانشون دادن. میفهمیم؟ ما باید در این ماه مبارک رمضان خداوند شهیدیشون قبول کنه باشه، دعاشون دعا کنیم
کسی که کمک کرده میتونه با اویلاشون کمک دعا و غیر از این با میگم که ما حکومت باید مجبور کنیم در اینجا باید خش تباراشون دعوا کنن حق دارین همین پیام برسونین خش تبارای همین ففتیدگان در گوناگون منطقه ها تنها همش در واروخ نیستن نفرای وفات کرده ای ترسوزاده ای فرخور ای دوشنبه از بدخشان از دیگر جاها بدن باید یا دعوا کنن ای حکومت مجبور کنن بخزن یا را نامنویس کنن هر ماه معاششون میتن خوراکشون میتن یعنی بهودهشون میگیرن خش تبارشون و شما هم در این کار باید سهم اختیار بگذارین یعنی با گفتن شما را باید بگین یا را فراموش نکنین یا در روز قیامت شاید از گردن ما و شما بگیرن که ما جان دادیم تا شما زنده باشین یا که شما وطن را نگاه کنین ننگ ناموس حفاظت کنین شما چیکار کردین ناموس مرز نداره ایمان مرز نداره انصاف غیرت مرز نداره اما وطن مرز داره سلامت باشی برادر عبدالله و برای بیننده ها تشکر میگم که قریب 4 ساعت زیادترک در اینجا ما را تماشا کردن و بعضیش حتی فکر نظرش هم گفته از شما میnnت داریم خداوندم این ساعتایی که ما صحبت کردیم همش خالص لله باشه از برای خدا باشه زیرا ما از این سخنهامون انتظار اجریم پاداش از جانب خداوندیم کسی دیگر عمل میکنه گوش میکنه نمیکنه از ما گفتن است و ما علینا الا البلاغ المبین میگن که در قرآن پروردگار را یاد میکنه که نیستم من یک دعوتگر آشکار گفتن ما هم میگیم و خواهند گفت یعنی گفتن گپ زدن از همون زمانی که پروردگار انسان آفرید گپ زده بود و هر پیامبرایی را که میگه مبعوث میکرد وظیفه‌شون گپ بود وقتی که گپ زدی در اطراف جمع شید بعد باور اعتماد کردن بعد او برنامه‌ای که برادران میخواهند بفهمن یا بدونن یا بینن چه از طریق جنگش باشه چه از طریق دیگر دعوتاش باشه که دیگر واخوری‌هاش باشه و دوش میشه سلامت باشی برادر کامران و دیگر برادران برای خب ما خارج میشم انشالله با صحبت ها دوام دارن و این ما باید که خیلی با آسانی نمونه که نفرها به قدری شود و ناپسندی شود تشکر زیاد خداوند نگهبان شما باشه و شما هم خیلی شد وقتی خدا گفته که پاجدو کردین در این برنامه اشتراک کردین سلامت باشه منم دیگه گفتنی ندارم دیگه هر چیزی بود شما هم گفتین همون مسئله که کمک هر کی مثلا به هر راهی که میتونه به خانواده‌اش است به نفرایی که قربانی شدن و کسایی که زخمی شدن زخمی هم خیلی زیاد است و نفرایی که خسارات دیدن گفتی که بود چند 50 و چند خونه ضرر 78 نفر زخمی شد 55 خونه بگیم خسارات دید ضرر دید خراب شد و 20 نفر ما دست دید ضررها بالای ضرر نگاه برادر کامران خود عبدالله خودت میگوی اینجا هموطنا کمک کنن ما هموطنامون در این کار خوبن دستی مدد دراز میکنن اما درست باید که اینجا رسما یا کمک بگیرن یعنی از حساب دولت و او را هر ماه مثلا یک نفر هست گنرال مثلا نفقه دا میره او چیکار کرده در خدمت در وطن چیکار کرده او نفقه ای منصب میره و با نفقه میره او را هر ماه 4-5 هزار دلار نفقه میتن برای چی او در وقتش خدمت کرد یا جان دادن قدر ندارن که هر ماه 10,000 یا 3,000 سومونی در خانه هر یک تایو شما بتین داره این امکانیت ای دزدیدگیات هم داره ای حساب بودجه هم شما میتونین جدا کرده خدا نگهبان باشه برادر زید و کسایی که تماشا میکردن دیدن و شما هم تشکری میکنیم و خواهش میکنیم در این ماه مبارک دعای در حق شهدا و کسای نزدیکای اونو داره فراموش نکنین و چخیلی که برادر پیشنهاد کند هر کسی هر طوری که میتونه شاید اگر که خواهش داشته باشه کمک کنه و اینم اولا باید حکومت کمک برسونه اگر که حکومت که دیدیم که نکرد باید مجبور کنیم که این کار کنه خب دیگه خداحافظی میکنیم تا برنامه های آینده خدا نگهدار